همه ما ربات‌هایی را دیده‌ایم که راه می‌روند. ربات‌های سخنگو هم کم نیستند. حالا پژوهشگران دانشگاه گلاسگو پوستی مصنوعی ساختند که می‌تواند درد را حس کند. آنها پوست اختراعی خود را روی دست یک ربات آزمایش کردند. اگر شما دست ربات رو با شدت یکسان چند بار فشار بدید، پس از زبان ربات یاد میگیره که این فشار مشابه فشار قویه و بر همون اساس هم واکنش نشون میده. به این صورت که ربات در طول زمان میفهمه این شدت فشار یه شدت رضایت بخش و صمیمانه است و ربات هم مثل شرایط طبیعی عمل میکنه، انگار دو تا دوست همدیگر رو دیدن. اما اگر ربات چیزی رو برای بار اول تجربه کنه، غافلگیر میشه و واکنش متفاوتی نشون میده. برای ساخت یک پوست الکترونیکی که شبیه پوست انسان باشد، پژوهشگران از شبکه‌ای با 168 مبدل چاپی استفاده کردند. پژوهشگران سپس مبدل‌ها را به گیرنده‌های پوست روی دست ربات نصب کردند. طبق گفته پژوهشگران، پوست‌های مصنوعی دیگر با گیرنده و دوربین‌هایی پوشیده شدند که داده‌ها را به سامانه پردازش مرکزی می‌فرستند. در نمونه‌های فعلی پوست‌های مصنوعی اطلاعات به یک واحد مرکزی ارسال میشه و این اطلاعات اونجا توسط یک دستگاه یا فرآیند دیگه‌ای پردازش، در واقع حجم عظیم از اطلاعات تولید میشه و از طریق کانال‌های ارتباطی که محدودیت تبادل اطلاعات هم دارن به سامانه مرکزی ارسال میشه. فرستادن این اطلاعات و پردازش اون در سامانه مرکزی زمان زیادی میبره و این مشکل بزرگی برای این نوع از پوست‌های مصنوعیه. ولی پژوهشگران گلاسگو میگویند در پوست ابداعی آنها این مشکل برطرف شده است. در پوست ابداعی ما پردازش اطلاعات در تمام سطح پوست انجام میشه. به این معنی که در آینده به جای اینکه ریز پردازشگرهایی با تعداد زیادی مبدل در یک منطقه کوچک از پوست جمع کنیم، میتونیم پردازش رو از همون محل تماس رو در تمام سطح پوست شروع کنیم. پژوهشگران میگویند از پوست ابداعی آنها میتوان برای ساخت ربات‌هایی استفاده کرد که بتوانند با انسان‌ها تعامل داشته باشند. فهیمه سلطانی، لندن.